دلیل دیگه شان از آیت شریف میگن که در آیت شریف این قسم تفسیر میکنن فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. میگن آدم علیه السلام یاد گرفت از پروردگارش چند کلمه را، باز الله متعال امو کلمات که خوان فتاب علیه توبیش قبول کرد انه هو التواب الرحیم. حال شما کسایی که توسل به قبرها میکنن و به اشخاص میکنن، اونا چی میگن؟ او تو تفسیر میکنن، میگه که اینمی کلماتی که بود ای بود که وقتی آدم علیه السلام در جنت لغزش کرد، باز گفت یا رب اسألک بحق محمد لما غفرت لی. میگه اونا باز استدلال میکنن که اینی آیت که همین کلمات گفته هست که چی هسته؟ که گفته که فتلقى آدم من ربه کلمات، میگه وقتی که آدم علیه السلام دعا کرد اینجا به حق محمد صلی الله علیه و سلم کرد. پس این آدم علیه السلام یک شخص چی کرد؟ یک شخص بین خود و بین الله ایره وسیله یا واسطه قرار داد که محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اینال در این قسمت مثلا درستش اگر ما و شما به تفاسیر و کتاب ها مراجعه بکنیم، کل ما و شما میفهمیم که امی آیت شریف آیت دیگه تفسیر میکنن. چرا وقتی که آدم علیه السلام وقتی که فتلقى آدم من ربه کلمات، امو دعاهایی را که آدم علیه السلام و بی حوا یاد گرفتن و بازو را گفتن او چی بود؟ در آیت دیگه قرآن میگه که قال ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین. پس خود قرآن، یک آیت قرآن آیت دیگر را تفسیر میکنه. کجا اینجا گفته که مثلا آدم علیه السلام با جاه و مقام محمد صلی الله علیه و سلم به الله مثلا توسل کرد؟ و آدم علیه السلام و بی حوا ربنا توسل کردن با ربوبیت الله، به نام الله که رب است، و عاجزی خود بیان کردن و گفتن که ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. وقت خب همین حدیث که است که اینا میگن نه این حدیث ما داریم، از نگاه سند حدیث امام ذهبی گفته که اینمی حدیثی که اینا میگن که آدم علیه السلام به حق گفت یا رب اسألک به حق محمد لما غفرت لی، میگه ای بل موضوع. امام ذهبی رحمه الله میگه که این حدیث نیست، این یک سخن موضوع یا سخن ساختگی هست، دروغی هست. ببینید استدلال به چی میگن؟ به قول ساختگی و دروغی. و امام چی میگه؟ مثلا کتاب جامع الاحادیث القدسیه قسم الضعیف و الموضوع گفته است که موضوع هست. این هم احادیث جمع کرده و باز در قسم ضعیف و موضوعش گفته که امی حدیثی که اینا میگن که به حق محمد و اینجا آدم علیه السلام دعا کرد، میگه این حدیث نیست، این سخن ساختگی و دروغی هست. و علامه ابن کثیر و حافظ ابن حجر گفتند که خبر باطل، این خبر باطل هست. پس کسایی که استدلال به این آیت میکنه که آدم علیه السلام به حق محمد صلی الله علیه و سلم کرد، این علما میگن که امی حدیث نیست، این سخن دروغی هست. این حال وقتی که یک انسان بفهمه که این حدیث ساختگی هست و دروغ است و بازی رو بخیزه سر منبرها نشر بکنه، این کذب بالای رسول الله صلی الله علیه و آله عمدی میشه نمیشه؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. رسول الله صلی الله علیه و آله اخطار میده که هر کسی که سر من دروغ بگوید متعمدا، قصدن. خب قصدن چه قسم میشه؟ که مثلا یک کسی بر تو گفت که حدیث است و باز علمایی که متخصص هستن و مسلکی هستن گفتن که اینمی حدیث نیست و این موضوعی است و این ساختگی هست و این دروغ است و این باطل است. و علمای بزرگ مثل ابن کثیر، حافظ ابن حجر، مثلا امام ذهبی، اینا کلشان این بیان کردن. با سر از هم بخیزه یک نفر چی کنن؟ یک نفر بخیزه استدلال به این بکنن. و این قسم دوستای عزیز بسیار روایات دیگه هست. مثلا اینا بعضی روایت های دیگه میگیرن، میگه این شما قبرها را اجازه نمیدین. مثلا در یک حدیث آمده است که توسلوا بجاهی، به جاه ما، به مقام ما شما توسل بکنین، فان جاهی عند الله عظیم. این هم به رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت میدن. میگه این حدیث است نیست، شما این حدیث قبول دارین و یا این حدیث قبول ندارین. باز هم میگم که دوست عزیز وقتی که شما میایین درباره ازی تحقیق
میکنین. مثلا شیخ ناصرالدین البانی میگه هذا باطل لا اصل له فی شیء من کتب الحدیث. میگه امی روایتی که اینا میگن که توسلوا بجاهی فان جاهی عند الله عظیم، شما توسل بکنید به مقام و جاه ما و این پیش الله بسیار بزرگ است، میگه این روایت، میگه این حدیث نیست، این یک سخن باطل است. اصل از این میگه در هیچ کتابای حدیث، نه در صحیح بخاری است، نه در صحیح مسلم است، نه در نسائی است، نه در ابن ماجه است، نه در مسند ابن حنبل، میگه در کتب حدیث هیچ نیست. و انما یرویه بعض الجهال بسنه، میگه این روایت میکنه بعضی از کسایی که جاهل هستن به سنت، یعنی سنت ها و احادیث رسول الله صلی الله علیه و نمیفهمن، فقط این قول مثلا میره از اونجا میگیرن و من ایره روایت میگم. و واقعا من یک کتاب یک وقت یک کس برای ما آوردن در این باره می توسل و می چیزا و طرا، من سعی کردم که دبای نزدیک گفته بود که 70 روایت. تعجب میکنی که اوه 70 حدیث است درباره ازی که باید به قبرها بری و از قبرها بخوایی و از قبرها استغاثه بکنی و از اینا دعا بکنی و از اینا کمک بخوایی و از اینا بچه بخوایی و از اینا دختر بخوایی و این در بین خود و در بین خالق 70. ولی وقتی که باز میین یعنی تمام اقوال از اینا را سهل میکنین که در سهل میکنین خالق چی هستن. حالا مثلا وقتی که انسان میه در کتاب ها نوشته شدگی هست و کامپیوتر بر ما این را آسان ساخته. مثلا مکتب شامله هست، اونجا وقتی که این مکتب شامله را میزن میگه که این حدیث که نوشته میکنه، علما میگن که این حدیث صحیح است، این حدیث دروغ است، این حدیث نیست، این موضوع هست. متوجه هستین؟ مثلا شیخ ناصرالدین البانی در کتابش به نام سلسله الاحادیث الضعیفه، در سلسله احادیث ضعیفه باز این قول روایت کرده و گفته است که لا اصل له. باز مثلا من در روایت دیگه میگن که مثلا این یک حدیث دیگه داریم، خب بگوین اذا سألتم الله فاسألوه بجاهی فإن جاه عند الله عظیم. در اینجا هم علما تفسیر میکنن. مثلا صاحب تفسیر محاسن تعویل میگن حدیث موضوع هست، حدیث ساختگی هست، حدیث دروغی هست، این به رسول الله صلی الله علیه و نسبت نتین، اگر نسبت بتین شما سر رسول الله صلی الله علیه و تهمت کردین، دروغ گفتین و شامل میشین به چی؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. اینقدر این خطرناک است. علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه، علامه ابن تیمیه رحمه الله در فتاوایش چی میگه؟ و هذا الحدیث کذب، میگه این سخن، این میگه حدیث، میگه دروغ است. لیس فی شیء من کتب المسلمین التي یعتمد علیها اهل الحدیث، میگه هیچ در کتابای حدیثی که اهل حدیث علمایی که مثلا که از حدیث میگیرن در این کتابا نیست. ولا ذکره احد من اهل العلم، نمیگه در کتابای حدیث است. علامه ابن تیمیه رحمه الله در فتوای خود فتوا میده و میگه که امی سخن که اینا گفتن ای نه در کتابای حدیث است، امی روایتی که اذا سألتم الله فاسألوه بجاهی فإن جاهی عند الله عظیم، میگه ای که اینا میگن حدیث است، میگه این حدیث دروغ است. در کتاب های مسلمان ها، در کتاب هایی که اهل حدیث در او اعتماد میکنند، در هیچ کتاب از این نیست. و هیچ کسی ولا ذکره احد من اهل العلم، هیچ کسی از اهل علم، کسایی که به حدیث علم دارن، این ذکر نکردن. مع ان جاهه عند الله تعالی اعظم من جاه جمیع الانبیاء والمرسلین، اگرچه که مقام و جاه و منزلت رسول الله هم از تمام پیغمبرا کرده پیش الله بلند است. در این مشکل نیست، یعنی مشکل در جاه رسول الله هم نیست، مشکل در این است که توسل کردن به این که این حدیث روایت میکنن، اینی روایت غلط است. و این قسم توسل کردن که این قسم باید توسل بگیم، دلیلی ده بگیری که به قبر پیغمبر برو و از قبر پیغمبر بخوای و دلیلشی ده بگیری، میگه این حدیث نیست، این غلط است. اما در این که قسمتی که جا و مقام رسول الله هم بلندترین مقام است، بله در او هیچ شک نداریم و او پیش الله از این سخن کیه؟ سخن علامه ابن تیمیه رحمه الله است. اما این میخواستم بسیار دلایل پیش، من براتون گفتم که 70 تا روایت های دروغ و ساختگیره. مثلا یک قول دیگر را میارن اذا اعیتکم الامور فعلیکم به اهل القبور. باز چی میگه؟ میگه این یک حدیث دیگه ما داریم. خب بگوین
میگم اینجا پیغمبر العیاذ بالله العیاذ بالله یا الله من نقل میکنم که یعنی من گرفتاری نشم، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته که اذا اعیدکم الامور فعلیکم به اهل القبور. میگه اینا گفته وقتی شما در مشکلات افتادین برین به اهل قبور، برین به قبرستان ها برین، او فاستغیثوا به اهل القبور، یا به کسایی که در قبرها هستن برین از اونا استغاثه بکنین، طلب دعا بکنین در سختی ها. اینه بعد از هم باز میایم قولای علما را در عبارت بیاید مثلا پرسان میکنیم که وقتی یا میگن که اذا اعیدکم الامور فعلیکم به اهل القبور، ای علمای اسلام در عبارت چی میگن؟ مثلا باز علامه ابن تیمیه در مورد از این قول میگه فهذا الحدیث کذب، میگه اینمی که گفته هست میگه این دروغ است، مفترا علی رسول الله صلی الله علیه، افترا هست، تهمت است بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم به اجماع العارفین به حدیثی، به اجماع تمام علمایی که به حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم یا علم دارن من العلماء، ولا یوجد فی شیء من کتب الحدیث المعتمده، میگه در هیچ کتابی از کتابای حدیث اعتباری این میگه نیست. چرا؟ میگه وقد قال الله تعالی، الله متعال گفته و توکل علی الحی الذی لا یموت. سبحان الله، میگه توکل بگو به او ذات زنده حقیقی که نمیمیره. آیت قرآن میگه توکل به الله بگو، به او ذاتی که زنده حقیقی است، و سبح بحمده و تسبیح به حمد از او بگو. و شما باز میین این سخن ساختگی و دروغی را بیان میکنین. اینالی این سخن به اجماع علمای اسلام چی هسته؟ که از علامه علوسی چی میگه؟ علامه علوسی میگه کسایی که به می حدیث استدلال میکنه و کل ذلك بعید عن الحق بمراحل، میگه این کلش از حق دور است به بسیار فاصله زیاد. یعنی علامه علوسی رحمت الله علیه هم میگه که کسی که استدلال به می حدیث میکنه این چی هستن؟ اینا از حق دور هستن و این استدلال غلط است. خب مثلا بعضیشان روایت دیگر را پیش میکنند. خب بفرمایید، میگه دیگر روایت دارید که لو احسن احدکم ظنه بحجر لنفعه، این میگه حدیث است اگر یک نفر به سنگ گمان نیک بکنه این برش نفع میرسونه. این سخن باور بکنین که از بت پرستی که هم خطرناکتر است. این میگه این باز به کی نسبت میدن؟ به رسول الله صلی الله علیه و سلم. استغفر الله، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. خب ملا علی قاری حنفی رحمت الله علیه که یکی از علمای بزرگ در عقیده احناف است، چی میگه؟ میگه در یک کتاب داره به نام احادیث موضوعه، در صفحه 66 نوشته میکنه، میگه که ایره از جمله احادیث ساختگی و دروغ حساب میکنه. میگه کسی که میگه که لو احسن احدکم ظنه بحجر، اگر کسی گمان به یک سنگ بکنه برش منفعت میرسونه، میگه این سروغ ساختگی و دروغ است و این گپ غلط است. و علامه ابن تیمیه رحمه الله چی میگه؟ میگه این سخنان مشرکین و تهمتگران است. میگه این سخنان مشرکا هست که سر رسول الله صلی الله علیه و سلم تهمت کردن، سخنان مشرکا و تهمتگران است، زیرا بت پرستان عقیده شان را به بت‌ها نیک نمودن. میگه بت پرستا عقیده خدا به چی کردن؟ به بت‌ها کردن. بت از چی جور میگیرن؟ از سنگ و از هیزم دوزخ شدن. میگه این بت پرستا وقتی که به سنگ‌ها را بت‌ها را از سنگ‌ها ساختن، میگه خودشان هیزم دوزخ شدن. و الله متعال گفت انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم، شما و آنچه را که عبادت میکنین سنگا را کلتان چی هستین؟ شما هیزم دوزخ هستین. پس این حدیث ساختگی هست و تهمت است بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم. چقدر خطرناک است که انسان بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم تهمت بکنه. علامه ابن قیم رحمه الله چی میگه؟ هو من کلام عباد الاصنام، میگه این سخن امیره که گفتن که اگر یک کسی گمان به سنگ بکنه برش فایده میکنه، میگه این سخن بت پرستا هست. الذين يحسنون ظنهم بالاحجار، کسانی که گمان خدا نیک میکنن به سنگ ها. به سنگ چه قسم تو چی میگنیم؟ و علامه ابن حجر الاسقلانی میگه که در این مورد میگه که این سخن دروغی هست، تهمت بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم است، لا اصل له، اصل نیست. و ناصرالدین البانی چی میگه؟ میگه موضوع هست، ساختگی هست، دروغی هست. کتاب دیگه به نام کتاب الجد الحثیث فی بیان ما لیس بحدیث،
یک کتاب از به نام الجد الحثیث فی بیان ما لیس بحدیث، ای احمد عبدالکریم غزی عامری میگه که کذب، این دروغ است، تهمت است رسول الله صلی الله علیه و لا اصل له، میگه این اصل نداره، مثل که ابن تیمیه و ابن حجر و دیگر علما گفته. در اصول الایمان یک کتاب است میگه هو حدیث باطل، میگه این سخن باطل است، مناقض لدین الاسلام، بر ضد دین اسلام است. و وضعه بعض المشرکین، بعضی از مشرکین را گذاشته. این دوستای عزیز، این استدلال هایی که نام میکنم، استدلال میکنم میگه ولم اقترف الادم الخطیئه، همین که ما شما پیشتر خواندیم، اینم باز دلیل میارن، میگن که وقتی که آدم علیه السلام از پیشش مثلا لغزش شد، گفت یا رب اسالک بحق محمد لما غفرت لی، من تو را سوال میکنم به حق محمد صلی الله علیه و که مرا ببخشی. این هم علما میگن، علمای متخصص حدیث شناس مثل حافظ ذهبی در تلخیص میگن بل موضوع، میگه این سخن موضوعی و ساختگی هست. صاحب کتاب جامع احادیث قدسیه میگه که این حدیث ذکر کرده، میگه که موضوع هست، ساختگی هست، دروغ است. علامه خب شیخ البانی میگن که چی هست؟ میگه این حدیث لم یحتج به عبدالرحمن ابن زید و ناصرالدین میگه که در سلسله احادیث ضعیفه و موضوعه و اثرها سیء فی الامه میگه. من میگویم این حدیث فهری در میزان الاعتدال ذکر نموده، خبر باطل است. این خبر چی است؟ باطل هست. و به این شکل علمای زیاد ایده گفتن که مثلا اینا کسایی که روایت را کردن یعنی حدیث نیست. مثلا به حق نبی که و نبی و الانبیاء الذین من قبلی، میگه این استدلال دیگر را میکنن، میگن که این یک روایت دیگر داریم، او چی است؟ میگه این گفته به حق نبی که والانبیاء من قبل. این هم علما میگن، مثلا ابن حبان، خب علمای متخصص میگه، مثلا هیثمی میگه رجاله رجال غیر روح ابن صلاح و فيه ضعف، و حافظ ابن جری میگه که ان روح ابن صلاح ذکره فی تاریخ الغرباء. این علما در این گفته که کسایی که روایت تجزیه کردن، مثلا دارقطنی میگه که ضعیف فی الحدیث، اما کسی که روایت کرده ضعیف از در حدیث، و ضعفه ابن ماکولا و ابن عدی، یعنی علمای تخصصی هستن که وقتی این شخص کسی که روایت کرده ایره در جمله احادیث ضعیفه و در ضعیف آوردن، و اما کسی که روایت کرده او را هم گفته در جمله چی هستن؟ ضعیفه هستن. پس دوستای عزیز، در این راستا مثلا بسیار که چی هست روایات را آوردن که به قبرها و به یا مثلا توسل کردن است، و این اگر ما ذکر بکنیم در کتاب اینجا زیاد است، وقتی ما شما پوره شدن، و متاسفانه که این روایت کلش روایت نادرست است. ولی ما برای دوستایی که مثلا به این چیزا مبتلا هستن بر شما میگم که دوستای عزیز فقط امی حدیث رسول الله صلی الله علیه و در پیش چشمایتان قرار بدین که من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، که رسول الله صلی الله علیه و گفته که هر کسی که بالای ما دروغ بگوید جایگاه خود آتش دوزخ قرار بده. پس نکنین خود مثلا به دست خود در آتش دوزخ نپرتین و بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم تهمت نکنین. مکلفیت ما و وظیفه ما همی است مخلصانه وقتی که حدیث از رسول الله صلی الله علیه و میگیریم، این حدیث باید حدیث صحیح باشه. خصوصا در مسائل اعتقادی بسیار انسان باید جدی باشه و هیچ سخنی را از رسول الله نقل نکنه مگر اینکه سند از اون موجود باشه و علمای متخصص و مسلکی یا در صحیح بخاری و صحیح مسلم باشه و در کتابای دیگه که می باشه. حتی در کتابای دیگه شرط است که باید علما و حدیث از را صحیح گفته باشن، چون در کتابای دیگه بعضی از روایت های ضعیف یا موضوعی داخل شده. پس از این خاطر در نسائی و در ابن ماجه و اینا مسند احمد ابن حنبل در اینجا علما تحقیق میکنن و در این راستا انسان باید بسیار احتیاط بکنه. یعنی ما کل کی میخواد که در دوزخ بره؟ پس ما نه باید کار بکنیم که در روز قیامت بعد از خدا در دوزخ بردیم. چه قسم که روایت ها را مثلا در هر جای مثلا که شنید پیغمبر این تو گفته بدون سند بخیزه بین مردم شروع بکنن، یعنی اون مردم رسول الله صلی الله علیه و آله گفته، رسول الله صلی الله علیه و آله گفته و رسول الله صلی الله علیه و آله به قبر پرستی و به واسطه قرار دادن بین خود و خالق خود، در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم رئیس موحدین بود و حق بیان میکرد و تمام اذکار صبح و شام رسول الله صلی الله علیه و آله وقتی که بخوانی
کل شکل عملی توحیدی رسول الله صلی الله علیه و سلم است که رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه به الله رجوع میکرد و از الله میخواست و ما و شما امت خود هم به می دعوت کرده که مستقیما از الله متعال بخواهیم. الله متعال همه ما و شما را توفیق نصیب بکنه که به راه مستقیم بریم و از تهمت بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم الله پاک ما را در حفظ و پناه خود بگردانه. و السلام علیکم و رحمت الله.